به نام خدا. در این دوره آموزشی ما قصد داریم یک سایت فروشگاهی به صورت کاملا عملی و پروژه محور راه اندازی کنیم، مشابه سایت زرینیار که مشاهده می‌کنید. در ابتدا یک سیستم مدیریت محتوای وردپرس رو روی هاست خودمون راه اندازی می‌کنیم و در مرحله بعدی همونطور که مشخصه یک قالب ریسپانسیو برای سایت خودمون انتخاب می‌کنیم. منظور از قالب ریسپانسیو اینه که قالب ما کاملا واکنشگرا باشه. برای مثال نمایش سایت ما توی موبایل هم به همون کیفیت و زیبایی خاص خودش باشه. در مرحله بعدی ما به شما یک افزونه اسلاید شو با کلیه امکانات ویژوال معرفی میکنیم و شروع به طراحی اسلاید شو در قالب سایت خودمون میکنیم. در مرحله بعدی فروشگاه ساز معروف ووکامرس رو نصب و راه اندازی میکنیم و به جزئیات کامل این فروشگاه ساز میپردازیم. از جمله ویژگی این فروشگاه ساز رایگان اینه که ما میتونیم سیستم‌های توصیه‌گر محصولات رو به وبسایت خودمون برای هر محصول به صورت ویژه فعال کنیم که در ادامه فیلم‌های آموزشی شیوه ایجاد سیستم‌های توصیه‌گر رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. شاید برای شما این سوال پیش بیاد که سیستم‌های توصیه‌گر روی فروش محصولات ما چه تأثیری رو دارن و یا اصلاً سیستم‌های توصیه‌گر به چه صورتی باعث فروش محصولات ما میشن، که من با یکی از محصولات سایت zarniyar.com به شما چگونگی تأثیر این سیستم‌های پیشنهاد دهنده رو نشون میدم. همونطور که صفحه اصلی سایت zarniyar.com رو مشاهده می‌کنید، اگر بخوایم ما یک محصولی رو خریداری کنیم، کافیه روی محصول کلیک کنیم و یا اون رو به سبد خرید اضافه کنیم که به این صفحه راهنمایی میشیم. در این صفحه اون محصولی که روش کلیک کردیم، عنوان اون محصولی که روش کلیک کردیم مشاهده میشه و محصول‌های مرتبط با اون محصول نیز در قسمت پایین این محصول مشاهده میشه که به ما این پیشنهادات رو میده. اگر اون محصول رو خریداری کردیم، محصولات مرتبط با این محصولی که به سبد خرید اضافه کردیم رو میتونیم مشاهده کنیم و اگر دوست داشته باشیم اونا رو به سبد خرید خودمون اضافه کنیم. و اما اهمیت این سیستم‌های توصیه‌گر چی میتونه باشه؟ جالبه بدونید سایت فروشگاه آمازون 35% محصولات خودش رو به وسیله سیستم‌های توصیه‌گر به فروش میرسونه و یک سایت فروشگاهی فیلم یک جایزه $1,000,000 برای بهبود 10% سیستم‌های توصیه‌گر برای پژوهشگران در نظر گرفته. حالا این دو مثال خدمت شما عزیزان عرض کردم که اهمیت این سیستم‌های توصیه‌گر رو بدونید و انشالله در فیلم‌های آموزشی بعدی به پیاده سازی این سیستم‌های توصیه‌گر می‌پردازیم. امکانات دیگه‌ای که این سایت داره اینه که آیکون‌های شبکه اجتماعی برای اشتراک گذاری رو در این قسمت فعال کردیم و در مرحله بعدی چگونگی تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی دیگه و همچنین طریقه تبلیغ در وبسایت‌های آپارات، یوتیوب و سایت‌های پربازدید دیگه رو به شما به صورت کاملا عملی آموزش میدیم. دوستای عزیزم منتظر آموزش‌های بعدی باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.